سلام به شما همراهان عزیز جریان طلایی. من مهیا جعفری هستم و اینجا جاییه که با هم به سراغ کتاب‌هایی میریم که میتونن ذهن و زندگی و مسیر موفقیتمون رو تغییر بدن. کتابی که قراره در این مجموعه خلاصه و بررسیش کنیم یکی از مشهورترین و تأثیرگذارترین کتاب‌های تاریخ در زمینه موفقیت و ثروت‌سازی هست. بیاندیشید و ثروتمند شوید، نوشته ناپل اون هیل. این کتاب حاصل بیش از 20 سال تحقیق نویسنده روی زندگی صدها نفر از موفق‌ترین افراد دنیاست. افرادی مثل توماس ادیسون، هنری فورد و اندرو کارنگی. ناپل اون هیل از دل این تجربه ها اصولی رو استخراج کرده که اگه بهشون عمل کنیم میتونن ما رو در مسیر رسیدن به اهداف، ثروت و موفقیت واقعی قرار بدن. در ادامه این ویدیوها قدم به قدم با هم سراغ این اصول میریم و میبینیم چطور میشه با تغییر افکار و باورها آینده‌مون رو تغییر بدیم. لطفاً و حتماً این کانال رو سابسکرایب کن. این کانال توش پر از کتاب‌های خوب موفقیته که به صورت کاربردی و اصولی روش زندگی رو به ما یاد میدن. من سعی کردم این کتاب‌ها رو شیوا خلاصه کنم. حتما این کانال رو برای دوستات ارسال کن تا با همدیگه رشد کنیم. بازم ازت ممنونم. بریم سراغ کتاب. سخن نویسنده ناپل اون هیل. این کتاب نتیجه بیش از 20 سال تحقیق و مصاحبه با بیش از 500 نفر از ثروتمندترین و موفقترین افراد جهان است. من باور دارم هر مرد و زنی که آماده تغییر باشد می تواند با بکارگیری اصولی که در این کتاب آمده مسیر زندگیش رو دگرگون کنه. این قوانین همان فرمولی هستند که میلیون ها نفر در سراسر جهان با استفاده از آنها توانستند به ثروت، آرامش و موفقیت دست یابند. اگر شما هم آماده باشید می توانید راز موفقیت را در همین صفحات پیدا کنید. فهرست فصل‌های کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید. 1. اندیشه ثروت است. 2. اشتیاق نقطه شروع همه موفقیت‌ها. 3. ایمان. 4. تلقین به خود راه نفوذ بر ذهن نیمه هوشیار. 5. دانش تخصصی. 6. تخیل، کارگاه ذهن. 7. برنامه ریزی سازمان یافته. 8. تصمیم گیری، غلبه بر تردید و دودلی. 9. ابرام، پایداری. 10. قدرت همکاری. 11. کیمیاگری، احساس جنسی. 12. ذهن نیمه هوشیار. 13. مغز، ایستگاه گیرنده و فرستنده. 14. حس ششم، قلعه درایت. 15. 6. شبح ترس بزرگ. و در آخر نتیجه گیری کلی کتاب رو براتون میگم. فصل اول. اندیشه ثروت است. ناپل اون هیل در ابتدای کتاب میگه همه چیز با یک اندیشه شروع میشه. هر ثروتی که در دنیا به وجود اومده اول در ذهن یک انسان شکل گرفته. یک ایده، یک رویا یا حتی یک آرزوی سوزان. او داستان معروف ادوین بارنز رو تعریف میکنه. مردی که چیزی نداشت جز یک خواسته قوی، شراکت با توماس ادیسون. بارنز فقیر بود، پول سفر نداشت، حتی ظاهر مناسبی نداشت، اما یه چیز بزرگ داشت: اندیشه روشن و عزم راسخ.
همین اندیشه او رو به سمت ادیسون برد. سالها تلاش کرد و بالاخره به شریک بزرگ ادیسون تبدیل شد. پیام این فصل روشنه. ثروت و موفقیت از ایده‌ای در ذهن شروع میشه، نه از سرمایه یا امکانات بیرونی. وقتی اندیشه‌ای همراه با ایمان و پشتکار باشه، دیر یا زود به واقعیت تبدیل میشه. درس‌های کلیدی فصل اول: 1. هر ثروتی از یک اندیشه آغاز می شود. 2. آنچه می خواهید باید به صورت یک هدف روشن و مشخص در ذهنتون باشد. 3. تنها کسانی به ثروت می رسند که در ذهنشان شعله یک خواسته سوزان روشن باشد. فصل دوم: اشتیاق نقطه شروع همه موفقیت ها. ناپلئون هیل میگه هر دستاورد بزرگی در تاریخ اول با یک اشتیاق سوزان شروع شده. فرق بین یک آرزوی معمولی و یک اشتیاق واقعی همون چیزیه که سرنوشت آدم‌ها رو تغییر میده. او دوباره به داستان ادوین بارنز اشاره میکنه، اینکه اگر بارنز فقط یک آرزو داشت هیچ وقت به ادیسون نمیرسید، ولی چون اشتیاقش تبدیل به یک هدف قطعی شد، حاضر شد همه پلهای پشت سرش رو بسوزونه و فقط به سمت موفقیت حرکت کنه. هیل در این فصل یک دستورالعمل 6 مرحله‌ای میده برای تبدیل اشتیاق به ثروت. 1. دقیق مشخص کن چه مقدار پول یا موفقیتی میخوای. 2. تعیین کن در مقابلش چه چیزی میدی: تلاش، زمان، مهارت و غیره. 3. یک تاریخ مشخص برای رسیدن به اون هدف تعیین کن. 4. یک برنامه دقیق طراحی کن و همون لحظه شروع به اجراش کن. 5. همه این موارد رو واضح و روشن بنویس. 6. هر روز صبح و شب با صدای بلند این نوشته رو بخون، طوری که انگار همین حالا بهش رسیدی. درس‌های کلیدی فصل دوم: اشتیاق واقعی یعنی هدف روشن به علاوه تصمیم قطعی. بدون اشتیاق هیچ برنامه یا دانشی به موفقیت نمیرسه. ذهنی که با اشتیاق شعله ور بشه هیچ مانعی رو جدی نمیگیره. فصل سوم: ایمان. ناپلئون هیل در این فصل میگه ایمان پیله بین اندیشه و واقعیت. هر ایده و هدفی وقتی قدرت میگیره و به ثروت یا موفقیت تبدیل میشه که با ایمان همراه باشه. ایمان یعنی باور عمیق و درونی که من میتونم و حتما به هدفم میرسم. این باور به شکل خودکار ذهن ناخودآگاه رو برنامه ریزی میکنه و شرایط لازم رو به سمت ما جذب میکنه. هیل میگه ایمان به صورت ذاتی در همه نیست، اما میشه اون رو ساخت و تقویت کرد. ابزار اصلی برای ساخت ایمان تلقین به نفس یعنی خودگفتاری مثبته. هر بار که هدفهات رو با صدای بلند و با احساس تکرار میکنی، ذهنت کم کم باور میکنه و به حقیقت تبدیل میشه. او تأکید میکنه ذهن ما شبیه زمینیه که هرچه در اون بکاری رشد میکنه. اگه شک و ترس بکاری همون رو برداشت میکنی. اگر ایمان و باور بکاری موفقیت میوه‌اش خواهد بود. درس‌های کلیدی فصل سوم: 1. ایمان مهمترین نیرویی است که اندیشه را به عمل و ثروت تبدیل میکنه. 2.
ایمان از طریق تکرار اندیشه‌های مثبت و تلقین به نفس ساخته و تقویت می شود. 3. ذهن ناخودآگاه هر آنچه را که دائما به آن القا شود میپذیرد، چه ترس باشد چه باور به موفقیت. فصل 4. تلقین به خود. ناپلئون هیل میگه هر چیزی که ذهن ناخودآگاهت مرتب بشنوه و احساس کنه دیر یا زود وارد زندگیت میشه. ذهن نیمه هوشیار یا ناخودآگاه مثل پیله بین افکار ما و دنیای بیرونه. این بخش از ذهن قدرت بی‌نهایتی داره، اما نمیتونه تشخیص بده چی درسته یا غلط، چی ممکنه یا ناممکن. فقط هر چیزی رو که با تکرار و احساس بهش بدی میپذیره و به واقعیت تبدیل میکنه. ابزار اصلی برای نفوذ به ناخودآگاه تلقین به خود هست. یعنی اینکه هر روز جملات مثبت، اهداف و خواسته‌هات رو با شور و احساس به خودت بگی. مثلا من هر روز به هدف مالی مشخصم نزدیکتر می شوم. من لیاقت ثروت، موفقیت و آرامش را دارم. هیل هشدار میده همانطور که افکار مثبت با تکرار وارد ناخودآگاه میشن، افکار منفی و ترس ها هم میتونن با تلقین مداوم جا خوش کنن. پس انتخاب با ماست. یا خودمون ذهنمون رو برنامه ریزی میکنیم یا شرایط بیرونی و دیگران این کار رو میکنن. درس های کلیدی فصل 4. 1. ذهن نیمه هوشیار بدون قضاوت هر چرا که تکرار و احساس شود میپذیرد. 2. تلقین مثبت میتواند ایمان و انگیزه را تقویت کند و ترس را از بین ببرد. 3. هر روز با تکرار هدفها و جملات مثبت ذهن را برای ثروت و موفقیت برنامه ریزی کنید. فصل 5. دانش تخصصی. ناپلئون هیل میگه دانش به تنهایی قدرت نیست، بلکه دانش سازمان یافته و کاربردی قدرت واقعی رو میسازه. خیلی ها سالها دنبال جمع کردن اطلاعات هستن، اما هیچ وقت اون اطلاعات رو به کار نمیگیرن. چیزی که ثروت و موفقیت خلق میکنه دانش تخصصی به علاوه عمل هدفمنده. او تأکید میکنه برای ثروتمند شدن لازم نیست همه چیز رو بدونی. کافیه یک حوزه مشخص رو انتخاب کنی و در اون متخصص باشی. اگه در بخشی دانش تخصصی نداری، میتونی با افراد خبره همکار بشی و تیم تشکیل بدی. هیل یادآوری میکنه که بزرگترین موفقیت‌های بشر از دل ترکیب دانش‌های تخصصی مختلف بیرون اومده. مثلا هنری فورد خودش دانشمند یا مخترع نبود، اما با جمع کردن افراد متخصص در اطرافش امپراتوری عظیم خودروسازی رو ساخت. درس‌های کلیدی فصل 5. 1. دانش عمومی هرچند ارزشمند است، اما برای ثروت کافی نیست. دانش تخصصی کاربردی ضروری است. 2. موفقیت از ترکیب دانش، تجربه و عمل سازمان یافته به دست میاد. 3. اگر همه دانش لازم را نداری، می توانی با دیگران همکار شوی و از تخصص آنها بهره ببری. اگه تا الان سابسکرایب نکردی، لطفاً الان این کار رو انجام بده. حتماً هم برای دوستات ارسال کن تا اونها هم بدونن راه‌های موفقیت سخت نیست. فصل 6. تخیل، کارگاه ذهن. ناپلئون هیل میگه
هر چیزی که انسان میتونه بهش برسه اول باید در تخیلش ساخته بشه. تخیل همون جاییه که رویاها شکل میگیرن و به طرح‌های عملی تبدیل میشن. او تخیل رو به 2 بخش تقسیم میکنه. 1. تخیل خلاق، جایی که الهام‌ها، ایده‌های تازه و ارتباط با ناخودآگاه یا حتی الهام‌های بزرگ میاد. 2. تخیل ترکیبی، جایی که چیزهایی که میدونیم یا قبلا یاد گرفتیم دوباره کنار هم قرار میگیرن و شکل تازه‌ای پیدا میکنن. ثروت‌های بزرگ دنیا از یک تصویر ذهنی در تخیل شروع شدن. ادیسون قبل از ساخت لامپ بارها روشن شدنش رو در ذهنش دیده بود. برادران رایت قبل از پرواز بارها در تخیلشون پرواز کردن. هیل تأکید میکنه تخیل وقتی قدرت پیدا میکنه که همراه با اشتیاق، ایمان و عمل باشه. فقط رویا پردازی کافی نیست. باید طرح ذهنی رو به عمل تبدیل کنی. درس‌های کلیدی فصل 6. 1. تخیل کارگاهیه که اندیشه ها به واقعیت تبدیل میشن. 2. همه ثروت ها و موفقیت ها از یک تصور ذهنی شروع شدن. 3. تخیل باید با عمل و اقدام عملی همراه باشه تا نتیجه بده. فصل 7. برنامه‌ریزی سازمان یافته. ناپلئون هیل میگه هیچ موفقیتی بدون برنامه‌ریزی دقیق و سازمان یافته به دست نمیاد. بسیاری از افراد ایده و اشتیاق دارن، اما چون برنامه مشخصی ندارن در نیمه راه جا میزنن. یه هدف بدون برنامه فقط یه آرزوی مبهمه. او چند اصل کلیدی برای برنامه‌ریزی ارائه میده. 1. هدف مشخص داشته باش و همه برنامه رو حول اون بچین. 2. برای اجرای برنامه اگه لازم شد از دانش و تجربه دیگران کمک بگیر. 3. برنامه رو مکتوب کن و مرتب مرور کن. 4. آماده باش اگه برنامه اول جواب نداد تغییرش بدی و دوباره امتحان کنی. هیل یادآوری میکنه که بیشتر شکست ها از نبودن برنامه نیست، بلکه از نداشتن پایداری در اجرای برنامه ها ناشی میشه. درس های کلیدی فصل 7. 1. برنامه‌ریزی سازمان یافته، پیله بین هدف و واقعیت. 2. شکست واقعی فقط وقتی اتفاق میفته که آدم‌ها دست از اصلاح و ادامه برنامه بردارن. 3. موفقیت نیازمند تیم، مشورت و انعطاف در تغییر برنامه هاست. فصل 8. تصمیم گیری. ناپلئون هیل میگه آدم‌های موفق سریع تصمیم میگیرن و دیر تغییرش میدن. آدم‌های ناموفق دیر تصمیم میگیرن و زودم تغییرش میدن. بیشتر شکست‌ها در زندگی نتیجه تردید، تعلل و دودلی هست. خیلی ها میدونن چی میخوان، اما چون تصمیم قاطعی نمیگیرن فرصت‌ها از دست میرن. هیل تأکید میکنه تصمیم گیری یعنی شجاعت، انتخاب و عمل کردن، حتی وقتی شرایط کامل و بی‌نقص نیست. ترس از انتقاد دیگران یکی از بزرگترین دشمنان تصمیم گیریه. بیشتر آدما برای راضی نگه داشتن بقیه روی اهداف خودشون پا میذارن. موفقیت سهم کسانیه که جرأت میکنن تصمیم بگیرن و پشتش بایستن. او یادآوری میکنه که رهبران بزرگ تاریخ کسانی بودند که تصمیم‌های بزرگ و قاطع گرفتن
حتی وقتی اطرافیانشون شک داشتن. درس‌های کلیدی فصل 8: 1. تصمیم گیری قاطع نقطه مقابل تعلل و دودلی است. 2. ترس از قضاوت و انتقاد اصلی ترین عامل بی تصمیمی است. 3. ثروت و موفقیت نصیب کسانی می شود که سریع انتخاب می کنند و پشت انتخابشان می ایستند. خب توی این 20 دقیقه نصف کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید رو کامل و اصولی براتون خلاصه کردم. این قسمت رو الان تموم میکنیم و نصف دیگه کتاب رو توی قسمت بعد براتون خلاصه میکنم. امیدوارم این مدل خلاصه های من رو دوست داشته باشید و براتون مفید و کاربردی باشه. بازم ازت خواهش میکنم این کانال رو سابسکرایب کن و به بقیه دوستات معرفی کن تا با همدیگه رشد کنیم. من ازتون سپاسگزارم و دوستتون دارم.